اگه میخوای ماهی کپور درشت بگیری دیگه این ریسه ها رو بذار کنار، ریسه انشابی و ریسه فنر فیدر. دیگه این ریسه ها برای گرفتن ماهی کپور بزرگ منسوخ شدن. بنابراین تا آخر ویدیو با من همراه باشید که بهتون یه ریسه رو آموزش میدم که هم خیلی ساده هست، هم مقرون به صرفه است. باهاش میتونید ماهی کپور درشت بگیرید. سلام رفقای ماهیگیر، به ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. اینا چی ان؟ اینا ریسه هایی هستش که خیلی متداول بین ماهیگیران کپور، اما الان با دلیل و منطق بهتون نشون میدم که برای گرفتن کپورهای درشت، دقت کنید میگم درشت، از اینا بهتره که استفاده نکنیم ریسه انشابی با هر گره که میخواد باشه و ریسه فنر فیدر. بریم سراغ میز کارمون رو شروع کنیم. آموزش یه ریسه‌ای که ماهیگیری کپور شما رو از این رو به اون رو میکنه. قبل از اینکه نحوه ساخت ریسه ماهیگیری کپور رو بهتون آموزش بدم، میخوام بهتون بگم که چرا از فنر فیدر استفاده نکنیم. 3 تا دلیل داره. اول اینکه ماهی کپور درشت هوشیار، باهوش و خیلی ترسوه و محض دیدن این براقیات فنر زیر آب ممکنه بترسه و از اون منطقه فراری بشه. مورد دوم اینه که در ریسه های کپوری الان 30-40 ساله که کلا در کل دنیا مرسوم شده که به خاطر نحوه تغذیه ماهی کپور که به صورت پمپ کردن هست به داخل دهنش، طعمه ما جدا از قلاب باشه. اینطوری عملکرد بهتری داره. ماهی کپور محض پمپ کردن اون طعمه، قلاب رو هم به داخل دهنش میکشه. موقع بیرون اومدن با لب ماهی درگیر میشه که این مورد رو نمیتونیم در ریسه فنر فیدر اجرا کنیم. و مورد آخر مکانیسم کلی ریسه هستش که در ریسه های کپوری باید یه چیزی باشه که وقتی که بر میداره و میاد بالا این بهش ضربه وارد کنه. ببینید الان این دست من از لب ماهی کپور هم نرمتره، پس باید کامل فرو بره داخلش، حداقل نوک قلاب، که این اتفاق نمیفته. علتش چیه؟ علتش اینه که این فنر فیدر ما سبکه، داخل آب هم وزنش نصف میشه. من فرضاً این انگشتای من لب ماهی کپوره و این قلابه، هیچ خراشی نمیده. ببینید من الان که زور میدم و نگه داشتم خراش میده. بنابراین باید حداقل یه وزنه مناسب باشه. تا نیم ساعت اول که خمیر زدیم به دور فنر ممکنه اتفاق بیفته، اما بعدش که خمیر حل میشه تو آب این اتفاق نمیفته و ممکنه ماهی رو از دست بدیم و وقتتون رو تلف کنید. من نمیگم ماهی نمیگیره دوستان، ماهی گرفتن با این روش، ولی روش استانداردتر و بهتری هم وجود داره. ابزارهایی که نیاز داریم شامل یه تست گره، یه سوزن لیدری که حالا به سوزن بویله هم معروفه، یه قیچی و یه استریپر تول یا لخت کنه نخ ریسه روکشدار، یعنی روکش برداره. یه نخ روکشدار نیاز داریم، برید روکشدار. حالا میتونید برید ریسه هم استفاده کنید، اما من برید روکشدار استفاده میکنم ترجیحاً. و آخر سر یه قلاب خیلی تیز نیاز داریم که من معمولا سایز 6 یا 4 استفاده میکنم که اینجا از سایز 6 استفاده کردم و شکل هگز میگن بهش، هگز دراگون میگن، هگز گیپ میگن بهش. وسیله کوچولو موچولو دیگه هم استفاده میشه که در ادامه کار بهتون میگم. این بود از لوازم ریسه. و برای ساخت سیستم سرب هم به نخ لیدر نیاز داریم، وزنه این لاین نیاز داریم و روکش لد کلیپ نیاز داریم. اولین کاری که میکنم اینه که 40 سانتی متر نخ برید روکشدار رو از روی قرقرش جدا میکنم به همین سادگی. اینو میذارم کنار. بعد 7 سانتی متر از روکش این نخ برید روکشدار رو برمیدارم. اگر نخ معمولی استفاده میکنید دیگه به این مرحله نیازی ندارید. به این شکل یه دونه حلقه خیلی کوچیک میزنیم، این قسمت رو دوبل میکنیم، بعد میایم یه گره معمولی، یه گره خیلی معمولی با کمک این سوزن میام این کارو میکنم. یه گره معمولی دیگه، نمیدونم اسم گره چیه. به این شکل یه حلقه میزنیم. بعد انتهای نخ رو مشاهده میکنید، یه طرفش لخته و یه حلقه داره، یه طرفش هم که هیچ کاری نکردیم باش. این طرفی که هیچ کاری نکردیم رو قلاب رو در نظر بگیرید، از سوراخ پشتی، از قسمت پشتی وارد میکنیم. بعد میایم اندازه مویی رو تنظیم میکنیم، یعنی با توجه به اون سایز طعمه‌ای که استفاده میکنیم. من الان بویله سایز 16 استفاده میکنم یا 2 تا ذرت استفاده میکنم، 3 تا ذرت استفاده میکنم. 4 میلی متر باید از قلاب فاصله داشته باشه طعمه ما، یعنی 4 میلی متر
با بویلر سایز 16 هم که 16 میلیمتر در واقع میشه 20 میلیمتر یا 2 سانتی متر. من 2 سانتی متر فاصله میدم به این شکلی که میبینید روی خط کشم معلومه. 2 سانتی متر تنظیم کردم. این نخ من که آزاده به دور پایه و این مویی میپیچم. 8 الی 10 بار میپیچم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و دوباره این انتهای نخ رو از سوراخ پشتی حتما باید از سوراخ، یعنی از پشت وارد بشه به این شکلی که میبینید. الان من میام برای اینکه این انتهاش حرکت آزادانه داشته باشه و این شکل رو به خودش نگیره، میام 1-2 سانتی متر از روکش رو دوباره در این قسمت برمیدارم به این شکلی که میبینید. 1.5 سانت 2 سانت همینطور که میبینید کاملا روکشش رو برداشتم. اما برای اینکه زاویه تهاجمی قلاب حفظ بشه من میام از یک کیکر استفاده میکنم. میتونم حتی از شرینک تیوب هم استفاده کنم، اما کیکر چون نیاز به حرارت نداره آماده است و میتونیم کاملا آماده استفاده کنیم به این شکل. به این شکلی که میبینید. الان برای اینکه ریسه ما ضد تاب بشه موقع پرتاب میایم از یه آنتی تنگل یا این روکش ضد تاب استفاده میکنیم. کافیه که نخ رو از قسمت کوچیکتر وارد کنیم و از قسمت بزرگتر خارج کنیم. از همینجا میگیریم و یک گره هشتی میزنیم، یک گره از نوع هشتی به این شکل دوبل میکنیم انتهاشو. یک گره معمولی میزنیم ولی سفتش نمی کنیم، میاریم پایین و دوباره از بالا وارد میکنیم به این شکل. یه هشت انگلیسی درست میشه و الان سفتش میکنیم به این شکلی که میبینید. اضافه نخ رو میبرم، این آنتی تنگل رو میکشم روی این قسمتی که حلقه زدیم. این شد یه ریسه ماهیگیری کپور. الان این ریسه هست اما سیستم سرب هم باید درست کنیم، سیستم سرب اینلاین که میتونید حتی دورش خمیر هم بزنید. دقت کنید. میام چیکار میکنم؟ میام از یه نخ لیدر استفاده میکنم. نخهای لیدر در ماهیگیری کپور انواع مختلفی داره. نخهای لیدر هسته سربی، نخهای لیدر لید فری یا بدون هسته، که من ترجیحاً حالا اینجا نخ هسته سربی استفاده میکنم. شما میتونید هر نخی که دوست داشتین استفاده کنید، سلیقه‌ایه. معمولاً من 90 سانتی متر میگیرم نخ لیدر رو میبرم و اولین کاری که میکنم اینه که 10 سانتی متر از هر طرف مفتول داخل لیدر رو در میارم. 10 سانتی متر. حالا من 12 میگیرم، 12 سانتی متر. اینا رو سریعا نکشید که باز بشه، آروم آروم بیارید بالا و یه گره لت کور میزنیم. حالا آموزشش این توی وبسایتمون هم هست به صورت کاملا ساده و روان به همراه عکس، ولی اینجا هم من به صورت مختصر توضیح میدم. از جایی که مفتولمون قطع شده سوزن لیدر رو وارد میکنیم. چون ما 12 سانتی متر از مفتول رو بریدیم، ما 6 سانتی متر که رسید یا نصفش رسید این سوزن بویله از داخل لیدر خارج میکنیم به این شکل. یعنی این 6 سانتی متر 6 سانتی مترش هم روی این قرار داره. کویک چنج ترجیحاً میتونیم از دوراهی دیگه هم استفاده کنیم، ولی این بهترینشه چون میتونیم ریسمون رو سریع عوض کنیم. وارد میکنیم به این شکل و در میاریم، صافش میکنیم و به این شکل که میبینید این یک کویک چنج. انتهای دیگه شو هیچی وصل نمی کنیم و فقط یه حلقه ساده درست میکنیم. دیگه هیچی وارد نمی کنیم، همین حلقه ساده درست میکنیم به این شکلی که میبینید. خب این از این. الان میایم چی کار میکنیم؟ میایم از یه وزنه اینلاین مخصوص ماهیگیری کپور استفاده میکنیم که کاملا استتاریه. سوزن رو وارد میکنم، این طرف نخ لیدر رو میگیرم و در میارم به این شکلی که میبینید و این کویک چین رو داخل این وزنه چفت میکنم. برای اینکه تکمیل کنیم سیستم سربمون رو
میام از یه روکش لت کلیپ استفاده میکنم. سوزن لیدر رو وارد، از این حلقه انتهایش میگیرم، لچش رو میبندم و به این شکل روکش رو میکشم روی وزنه، به این شکلی که میبینید. این الان شد سیستم سرب ما. این از سیستم سرب ما و اینم از ریسه ما. الان اینا یه ست کامل کپوری رو تشکیل میده. این ریسه رو از حلقه انتهاش میگیریم، روی کویک چنج میکشیم و این آنتی تنگل رو میکشیم روی این کویک چنج. نخ اصلیمون رو به اینجا گره بزنیم و به اینجا هم تومه وصل کنیم. سوزن بویلر رو بهش وارد میکنم به این شکل و موی رو میگیرم، لچش رو میبندم و از این موی رو در میارم و از یه استاپر موی استفاده کنم، استاپر بویله. به این شکلی که میبینید. این شد یه ست کامل کپوری که شامل سیستم سربه و ریسه هستش که کاملا با خیال راحت میتونید استفاده کنید و بزرگترین ماهی کپور رو بگیرید. کافیه که درست پرتاب کنید، تو مکان درستش ماهیگیری کنید و توم پاشی کنید. فرقی هم نمیکنه چه تومی استفاده کنید، فقط مهم اینه که توم پاشی هم یادتون نره. مطمئن باشید که بزرگترین ماهی ها رو میتونید بگیرید.